محسن تنابنده مازندرانی نیستن هیچ کدوم، میدونی یا نه؟ هیچ کدوم. من نمیدونم چوری صحبت کنم. منم بازی میدادین دیگه، چی میشد؟ یا نقش نداریم. من رفیق عرستو هم مثلا میخوام اینجا کلاه یکی رو بردارم، من مثلا یه شمالی هم. آره واو، اگه این جمهوری اسلامی میذاش اینا مثلا وسط فیلم به من زنگ میزدم، منم اینجا توپ بودم، مثلا ساعت هلوش 8-9 صبح یک شنبه به من زنگ میزدن، من حال من خوب بود دیگه. حالا ببینین آقا محسن، به جان آیسان، من میدونم ایرانی گیرین الان بفهمن که آجی با من سلام علیک یکی میکنن همه چی رو به هم میزنن. یه جور نمیتونی صحبت بکنی، یه تلفن منم تلفن بزنین. من خودم فلبدای هرچی هست مثل اکبر عبدی میگم، به من فیلم نامه ندین. به خدا اون سکانس یه جوری میشه تو تاریخ سینما ایران ماندگار میشه. یا تلفن رو بدین من با هومن حاج عبداللهی که اون با برادر از رحمان رحیم نمایشگاه داره، لنکروز شاسی بلند داره اون تو فیلم، یا اون یا با خود آقا محسن، یه نفر که لهجه شمالی بتونه در، چون من که لهجه خودم که دارم که من چشم با کلاس دارم. آقایون پایتخت، خانم و آقایون، من لهجه من فابریک مازندرانیه. خدا وقتی بخواد تو رو بزرگ